قرض بانک و تجارت، درستی نظارت، طرز حلال شفا، همکاری وعده وفا، احکام هجرت، سفر، طبق شریعت نظر، این همه در برنامه ترازوی عمل. به نام الله بخشنده مهربان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بینندگان عزیز و یکایک شمایان، درود پروردگار که با ما در برنامه ها هستید و دستگیری برنامه های ما را در این زمانی پر از فتنه و فساد میکنید. امروز همراه شما عزیزان درباره یکی از موضوعهای مهم اصلاح دیگران، اصلاح عائله، اصلاح جامعه، اصلاح دوست و نزدیکان خود صحبت میکنیم. چطوری که دیده ایستادید در این زمان اینترنت، وقتی لشکرهای باطل فساد از هر طرف دارند به مردم هجوم میکنند، چه کم هستند اصلاحگرانی که در حقیقت تاثیر خود را دارند به مردم میرسانند. آره هستند، با نام اصلاحگران هستند، با نام دعوتگران به سوی راه حق و به سوی اخلاق حمیده هستند، اما تأثیر رسانندگان رو ما خیلی کم میبینیم. برعکس این میبینیم که تا چه اندازه پیروان باطل روز از روز دارند قوی میشوند. از قماربازان شروع کرده تا سرودها و رقصهای بی‌معنی و غیر اخلاقی، تا بلاگرهایی که گاهی با فیبرلیک میبرایند، گاهی با این و یا آن رکلامه های بازی های غیر شرعی میبرایند، دارند روز از روز زیاد میشوند. و این چنین بلاگرهای بیهودگویی که بجز بیهودگویی، بجز لغو و بافتکاری دیگر کاری ندارند و اینها همه از هر طرف دارند هجوم میکنند، آن هم اکثریت به عقل کودکان و به عقل جوانان، و جوانان دیگر اکثریت راه گم زدن. و حتی انسان‌های بزرگ رو هم می‌بینید که یک بار گویا تصمیم درستی برای زندگی ندارد و یک نقش پدری خود را در داخل عائله هر تا کرده نمی‌تواند کجا رسد و یک نقش را در جامعه انجام دادنش. پس امروز می‌خواهم درباره چرا ما اهل اصلاح یا آنهایی که می‌خواهند به مردم در این زمان فتنه و فساد یک راه درست را نشان دهند تأثیر کم داریم یا تأثیر کم رسانیده ایستادیم. سبب چی باشد؟ سبب از این است که خود اصلاحگران صلاحیت ندارند برای این کار، و یا اینکه گوش اکثریت از زیاد گناه کردن الکی مهر زده شده است و قلب‌های آنها هم دیگر کاملا پوشیده شده است و چیزی را دیگر نمیتواند قبول کند. مسئله مهر زدن و یا اینکه دیگر هیچ حقیقت را قبول نکردن یک موضوع جداگانه است، ولی امروز میخواهم درباره یکی از کلیدهای موفق شدن در راه دعوت و در راه اصلاح را همراه شما عزیزان به میان گذارم و درباره‌اش با تفصیل صحبت داشته باشیم. و همگان میدانیم که خود پیامبران آمدنشان بر روی زمین یگانه اصلاح مردم بود و تمام قصه های قرآنی که درباره پیامبران به ما میگوید اساساً درباره دعوت پیامبران میگوید که پیامبران چگونه مردم را دعوت میکردند تا اینکه هدایت یابند و یک در راه راست و مستقیم حیات خود را گذرانند. و قصه دعوتگران در قرآن کریم زیاد است و حتی یکی از آیات‌های قرآن کریم از آن دلالت می‌کند که هیچ سخن و هیچ عمل بهتر نیست از دعوت کردن به راه حق. دعوت کردن به اینکه انسان خالقش را بشناسد، خودش را بشناسد، او برای چی آمد، هدفش چی است و چگونه می‌رود اینها را بداند. و پروردگار میگوید و من احسن قولا ممن دعا الی الله و عمل صالحا، اما دوامش و چی بهتر است، کدام کلام بهتر است، چی زیباتر است، خوبتر است از سخنهایی که به سوی پروردگار شما دعوت میکنید. یعنی بهترین کلام در این
جهان ما بهترین کلامی که بشریت به دهان می آورند این دعوت کردن به سوی پروردگار است، زیرا انسان وقتی به سوی پروردگارش روانه شد دیگر از او هیچ بلای سر نمی زند. دیگر او هم برای خود مبارک است هم برای اطرافیان، وقتی در حقیقت خالصانه او برای پروردگارش افتاد. ولی در دوامش الله میگوید و عمل صالحا، اما دعوت کردن فقط به گفتن کافی نیست. برابری دعوت کردن به سوی پروردگار شما باید عملهای صالح داشته باشید. و این چنین و قال ایننی من المسلمین، مستقیما در جایتان نلرزیده بگوید که من مسلمان هستم، ترس از چیزی ندارم، هراس از چیزی ندارم، من در این راه و دعوت و راه عملهای صالح همیشه مسلمان میمانم و مسلمان میمیرم. یعنی در این آیت کریمه پروردگار میگوید بهترین کاری که شما میکنید این اصلاح گر بودن است، این دعوت گر بودن است، دعوت به سوی حق، دعوت برای اینکه انسانیت هم خود را شناسد و هم پروردگار خود را شناسد و بردگی و بندگی کسی را انجام ندهد. و اینقدر درباره دعوت میگوییم یا همه میدانیم که باید در این جهان همچون مربی زیست، ولی کم هستند آنهایی که در حقیقت این عمل را درست انجام میدهند. و کلید موفقیت به نظر بنده در راه دعوت و در راه اصلاح، چه اصلاح خودمان باشد چه اصلاح فرزندان خویش و تبار جامعه باشد، این با حکمت بودن است. این با حکمت بودن است و بدون حکمت هیچ کسی نمیتواند هیچ دعوت درست را به کار بماند. از اینکه دعوت اساس پیشروی هر یک نفر اصلاحگر می باشد، هر یک نفری که می خواهد سبب هدایت کسی شود، آن هم نه به خاطر آبرو، نه به خاطر آن که در اطرافش مردم را جمع کند، فقط به خاطر آن که پروردگار از او راضی باشد، فقط به خاطر آن که از او این عمل را الله قبول کند. و حتی دعای پیامبران بود، دعای ابراهیم خلیل، آنی که پروردگار به خود خلیل گرفته است و پروردگار دعا کرده بودند که رب بحبلی حکما و الحقنی بالصالحین، پروردگارا تو برای من حکمت را نصیب کن، بگذار من در این دعوتم، در این زندگیم از جمله حکیمان باشم. و کلمه حکمت را بعضی از علما علم میگویند، ولی معنای جامعش این است که سخن را در جای مناسبش گفتن، عمل را در جای مناسبش کردن و این چنین حیات را و امور دنیا را به طرز درست و با تجربه نگاه کردن است. وقتی چیزی را گفتی که الان جای گفتن نیست، کاری را کردی که الان جای کردن نیست، دیگر این از حکمت نمی باشد، اگرچه صاحب علم باشی، اگرچه صاحب جاه و مکان باشی. از این بود که با حکمتی اساس پیشرفت هر یک انسان است، خواه در راه اصلاح، خواه در راه موفقیت های دیگر. چون انسانی که در جایش سخن میکند، در جایش عمل میکند، از او اشتباه سر نمیزند و این چنین دارای احترامی خاص می شود. و اکنون وقتی ما گفتیم معنای حکمت چی هست و حتی پیامبران از پروردگار طلب کرده بودند که پروردگار ما رو صاحب حکمت گردان، بیایید ببینیم که در وقت یک نفر رو دعوت کردن ما یا اینکه برای اصلاح یک نفر قدم زدن، ما باید از روی حکمت چه کارها رو انجام دهیم. برای آنکه امروز دیده ایستادیم، خیلی که کمی پیش گفتم، اصلاحگران زیاد هستند. شکر پروردگار، هر روز یک برادری رو میشنوید که یکی از آیات‌های قرآن کریم رو میخواند، یا یک حدیث رو، یک قصه رو، یک شعر رو درباره اخلاق و آداب، یا شبکه‌های اسلامی رو هم می‌بینیم، چی از خود تاجیکان خودمون باشن، چی برادران فارس زبان ایران و افغانستان باشن، می‌بینیم. اما تعداد اصلاح شدگان رو تقریبا دیده نمی شود. خیلی کم پیدا میکنید که در حقیقت شنونده های این اصلاحگران اصلاح شده باشند و آنها کاری را انجام داده ایستاده باشند که مایان بگوییم که این اصلاحگر یا این داعی و این دعوتگر سبب این همه خیر و برکت است. هستند اما خیلی کم هستند، خیلی انگشت شمار هستند. و اینجا شاید اولین مشکلی در این است که اکثریت
علم دارند، نیت هم دارند که پروردگار از آن با خبر هست، عزم دارند اما حکمت ندارند. حکمت در این است که سخنهای را که آن را باید فقط به مردها گفته شود به زنها گفته می شود، سخنهایی که به بزرگان گفته شود به کودکان گفته می شود، سخنهایی که به جوانان باید گفت آن سخنها تقریبا وجود ندارد و مردم را کلن همه را با یک چشم دیدن و گویا که با همه با یک لهجه و با یک لحن صحبت کردن اکثریت سبب شده ایستاده است که زیادی نفرانی که میشنوند میگویند میشنویم اما برای عمل کردن یا زورمان نمیرسد یا ما به این شنیده ها چگونه باید عمل کنیم دیگر نمیدانیم، یا مکان نامناسب است یا حیات امروزه ما دیگر تقاضا نمی کند یا یک شرایطی داریم که به آن گفته ها برای عمل کردن برای ما یعنی همون گونه‌ای که به ما گفتن عمل کردن خیلی و خیلی سنگین می باشد. از اینجا هست که در صحیح بخاری اگرچه معلق است حضرت علی سخنشان را امام بخاری می آورند که حضرت علی می گویند شمایان به مردم به آن نموده که میفهمند یا گفتیم به قدرت عقلانی آنها نگاه کرده، به سطح علم و فراست و فهمش آنها نگاه کرده صحبت کنید. اگر شما چیزی گفتید که عقل آنها آن را نمیگیرد شاید آنها الله و پیامبرش را دروغ شمارند، شاید شما آیتی را گویید اما الان وقتی گفتن آن آیت نیست و بگوید که این آیت قرآن نیست دروغ میگویید، شاید شما حدیثی را بگویید که به عقل او الان این حدیث اصلا جای نمی شود و او بگوید که دروغ میگویی این گونه حدیث وجود ندارد. انا برای همین این ارشاد یا راهنمایی حضرت علی بود که میگویند وقتی شما مردم رو دعوت میکنید به عقل آنها نگاه کرده صحبت کنید. به کودک اون چیزی که به بزرگ میگویی نمیگویی، اون چیزی که جوانها از تو طلب دارن تو باید به عقل جوانها نگاه کرده صحبت کنی و آن صحبتی که آن نرمیه که آن خاکساریه که به پیران سالان میکنی نباید به جوانان بکنی. در نزد جوانان کمی باید تو عزت خود را نگه داری، در نزد پیران سالان باشد با تواضع باید صحبت کنی. از اینجاست که میبینیم که پیامبر صلی الله علیه و سلم هم محبوب قلب کودکان بودند، هم محبوب قلب جوانان بودند، هم محبوب قلب زنها بودند و هم پیران سالان و میان سالان. میبینید که حتی خانواده پیامبر از پیامبر چگونه صحبت میکند. حضرت انس میگویند من کودک بودم در حیاتم پیامبر نه مرا تنبیه کرده بودند نه به من دست برداشته بودند. اسامه جوان بودم میگویند باری خطایی کردم و اونقدر پیامبر به من داد زدن یا خود مرا تنبیه کردن که دیگر آرزو کردم که من هنوز مسلمان نشده باشم. بعضی از پیران سالانی بودند که پیامبر صلی الله علیه و سلم همراهی آنها طرز صحبت کرده بودند که به خاکساری پیامبر دیگر آنها قائل مانده بودند. از اینجاست که حکمت در وقت صحبت کردن، حکمت در وقت اصلاح کردن نگاه یا مواظبی مرتبط به عقل مردم باشد. ما ببینیم که مردم فهمش مردم نگاهی آنها به دین و به دنیا و به آن کاری که ما میخواهیم در آن اصلاحشان کنیم چطور است. اما اینکه همه را یکسان گرفتیم و یک قاعده کلی را یا یک صحبت کلی را به همه گفتیم و امید داریم که در اینجا هم فرزند ما اصلاح شود، هم همسر ما اصلاح شود، هم همسایگان اصلاح شوند، هم همه شنونده ها اصلاح شوند، این گونه صحبت ها خیلی خیلی کم و نادر هستند و باید صحبت ها یا طریقه اصلاح به هر یک نفر نگاه کرده، به عقلش نگاه کرده، به برداشتش نگاه کرده، مطابق و موافق حال او باشد. عیناً مثل سخن حضرت علی رضی الله عنه در صحیح مسلم قول ابن مسعود، عبدالله ابن مسعود هم هست رضی الله عنه که میگویند شما به مردم به اندازه عقلشان صحبت کنید. اگر شما به اندازه عقل مردم نگاه کرده صحبت نکردید برای آنها فتنه می شود. بسیار چیزها رو آنها از شما قبول نمی کنند. جوانهایی هستند که بعضی از احادیث ها رو یا مثلا به دختره که 15 ساله انسانهایی هستند که درباره زن دوم و سوم و چهارم صحبت میکنند که او الک 15 ساله هرگز این چیز رو قبول کردنی نیست در شرایط امروزه.
و جوانی که او دیگر در عین جوانی هست، در عین جوش و خروش است، برای او از زهد صحبت میکنن که تو باید این طرز لباس پوشی، باید این طرز در خانه یا در صحبت و رفتارت باشه که اون زیبنده یک انسان 60 ساله و 70 ساله است که او میگوید نه من نمیخواهم در این جوانیم همان گونه‌ای که شما میگوید زودتر پیر شوم. یعنی جوانها طرز دعوت خاص خودشان را دارند، دخترک ها، پیران سالان و کودکان، که این نمود برنامه ها یا این نمود راه های اصلاح کردن جامعه که مخصوص کودکان باشد، مخصوص جوانان باشد، برای مردم باشد یا مخصوص انسان های میانه سال باشد، خیلی و خیلی کم دیده می شود. خیلی و خیلی کم دیده می شود. از اینجاست می بینیم که چقدر کم هستند آنهایی که در حقیقت در اصلاح مردم موفق گشتند. چیزی دیگر در ما این است که مایان بعضا در وقت اصلاح کردن یا اینکه وقتی میخواهیم به کسی کمک کنیم، که البته هر کسی که اصلاحگر حقیقی هست او بجز خیر و صلاح مردم چیزی دیگر رو نمیخواهد و این رسالت پیامبران بود و این اخلاق پیامبران بود که همیشه میگفتن ما نه اجر میخواهیم از شما نه رزق میخواهیم، فقط میخواهیم شما هدایت یابید، فقط میخواهیم سعادت دنیا و آخرت نصیب شما باشد، فقط میخواهیم و جز پروردگار نزد کسی سرخم نباشد. و اصلاحگران حقیقی، آنهایی که در حقیقت میخواهند مردم اصلاح باشند، آنها برای آبرو و برای محبت مردم این کار را نه، فقط به خاطر اینکه در حقیقت هدایت مردم را در راه راست بودن مردم را میخواهند و این عمل دست میزنند. ولی چه خیلی گفتیم گاهی نیت های ما صادق خالصانه است، اما روش کار ما از حکمت دور است که خیلی و خیلی کم موفق می شویم. چیزی دیگری که در مسئله اصلاح دیگران هست و آن هم از عین حکمت هست، این مردم را به جایگاهشان، به جایگاهی که در آنجا هستند نگاه کرده دعوت کردن است. در ما حدیث پیامبر است در سنن ابوداود که حضرت عایشه میگویند که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند انزل الناس منازلهم، شما مردم را به منزلت هایشان، به مکان های خود بمانید و هرگز یک نفری که شریف است، عزیز است، در بین مردم با آبرو هست و سالها او را مردم همچون انسانی محترم میشناسند، برابر یک نفری که او همیشه در کارهای پست بود نگذارید، با او با آدابانه همان گونه‌ای که او همیشه احترام دیده بود و اهانت را دیگر قبول ندارد همین گونه مناسبت کنید. از اینجا بود که وقتی پیامبر صلی الله علیه و سلم مکه را فتح میکنند، میگویند ابو سفیان نفری هست که آبرو را دوست می‌دارد، بیایید من برای او همین منزلتش را بدهم. هر کسی که به خانه ابو سفیان داخل می شود او در امان است. هر کسی که حتی در خانه ابو سفیان را به دستش می قپد او در امان است، که این آبروی برای ابو سفیان بود و ابو سفیان نو اسلام آورده زیادی و بر زیادی پیامبر را دوست داشته بود و در راه اسلام پس از این همیشه می جنگید. و اینجا می بینیم که یعنی نفرانی هستند که در وقت صحبت کردن فرق ندارند. یعنی من یک انسانی با علم هستم یا من یک انسان دعوتگر هستم، برای من فرق نمیکنه تو کی هستی تو کی هستی، همه در نزد من یک شاگرد هستید، همه در نزد من یک انسان هستید، برابر همه من یک خل صحبت میکنم، من همین طوری هم، من همین جوری هم. اما این از حکمت نیست. این از حکمت نیست که پیامبر صلی الله علیه و سلم خواه به ام حبیبه نگاه کنیم همسرشان، خواه به جویریه نگاه کنیم، خواه به صفیه نگاه کنیم، اینها دخترانی سردار قوم بودند. یعنی پیامبر صلی الله علیه و سلم این سردار قبیله، دختری سردار قبیله بود و گفتی خودمون یک ملکه بود در قبیلهش، نباید به او اهانت شود. او باید همسر پیامبر باشد، پیامبری که خلیفه مسلمان ها باشد. پیامبر آنها را به زنی گرفته بودند تا اینکه قدر و شرف اینها پس از اسلام هم بالا شود، تا اینکه همان گونه که در قبیله خود عزیز بودند در بین مسلمان ها هم همچون امهات المؤمنین با شرفترین زنها جایگیر باشند. برای همین در مسئله اصلاح دیگران هم هرگز همان طوری که انسانی عادی را ما دعوت میکنیم یا برایش نصیحت میکنیم، نباید یک انسان شریف را دعوت کنیم. احترام ما نسبت انسان شریف این هرگز به
تملق کاری یا اینکه خوش آمدگویی یا ریاکاری داخل نمی شود. این دیپلماسی هست یا گفتیم یک راه حکمتی هست که ما می توانیم قلب‌های آنها را به دست بیاوریم و انا برای همین هم سهم مؤلفه القلوب در اسلام جدا هست. اونهایی که حتی بای هستند، ثروتمند هستند، شرایط خوب دارند، فقط به خاطر اون که آنها انسان‌های عزیز و شریف بودند و به همین چیز عادت کردند و آنها را باز کمی زیادتر پول و چیز داد و آنها را دلشان را زیادتر به اسلام بگردانید، پیامبر با آنها سهم جدا کرده بودند که حتی در سوره توبه هم در این باره آمده است. و چیزی دیگر در ما این است که ما گفتیم حکمت از کلید موفقیت در اصلاح دیگران است و خیلی زیاد هستند پدر و مادرانی که میگویند، همین دیروز بود خواهر با من در تماس بود که میگوید شوهرم خودش دعوتگر است، فرزندان من همه از اهل شریعت و از اهل قرآن هستند، سال هاست که ما با قرآن و با شریعت کار داریم و اگر از همسرم نام برم همه او را میشناسند. اما مشکلی در این است که همه در خانه ما از او نفرت داریم، نه من نه فرزندان من طاقت دیدن او را ندارند. در بیرون موعظه میکند اما اینقدر اخلاق بد در خانه دارد که دیگر تحملش رو ما نداریم. ما دیگر تحملش رو نداریم که چی کار باید کرد. اینجا عزیزان همین با همین متن سوال، با همین نماد سوال ها خیلی زیاد خواهرانی هستند و شاید خیلی زیاد برادرانی هم باشند که میگویند پدری من خود یک انسانی خوب است، یعنی در نزد مردم خوب است، یا یک انسانی هست که همه میشناسند، اما اخلاق بدی او رو در خانه ما تحمل کردن نمیتوانیم. البته این کاملا خلاف حکمت است. وقتی که یک انسان برای اصلاح مردم قدم زده است که شاید نیت خالص دارد، شاید چیزی دیگر دارد، ولی خود رو اصلاح کرده نتوانست، در نتیجه این نه همسر او نه فرزندان او اصلاح شدند. و عجیبش این است که ما همیشه لقمان را لقمان حکیم میشناسیم و در قرآن کریم سوره با نام لقمان هست و لقمان حکیم قصه اشان را الله در قرآن از طریقه صحبت لقمان با پسرش به ما میگوید. از قال لقمان لابنه گویان قصه می آید که وقتی لقمان به پسرش گفت یا بنی، پسرک من، تو باید همیشه با الله باشی، تقوا رو پیشه کنی، نماز خوانی، در کوچه ها متکبری نکنی، این رو بدانی که همیشه پروردگار در مراقب تو است. یعنی ببینید که مثال زدن پروردگار از یک انسان حکیم و دعوتگر، از دعوتی که او پسرش رو میکند، نه دعوتی که مردم رو میکند. پس اولین نفرانی موفق در راه دعوت نفرانی هستند که رابطه اشان با خانواده اشان خوب است، رابطه اشان با فرزندانشان خوب است، با همسرشان خوب است و فرزند آنها سخن پدر را با ذوق گوش می کند. آنها توانستند با حکمت خود در قلب فرزند خود همچون نفر اصلاحگر جایگیر شوند. همچون پدر تمام مردها در قلب فرزند خود هست، اما یک نفر هم مثل پدر، هم مثل دعوتگر، هم مثل اصلاحگر و عالم در قلب پدرش بودن، این یکی از نعمت‌های بزرگی هست که فرزند بگوید من میخوام مثل پدرم وقتی بزرگ میشوم عالم بشوم، اصلاحگر شوم، مثل او در راه او باشم. این گونه بودن عین حکمت است. ولی مشکلی در این است که ما اینقدر برای اکثریت، یعنی برای اصلاح کردن دیگران راه ها را پیدا کردیم و کتاب میخوانیم و فکر میکنیم، قدم میزنیم، در بارش هستیم، در فکرش هستیم، اما رابطه خود را با خانواده خود حکیمانه برپا کرده نتوانستیم که فرزندان ما از ما دلگیر هستند و نمیخواهند همین گونه یک پدر اصلاحگر داشته باشند. شاید بعضا فکر میکنن شاید این انسان مولا نمی بود و گفته خودمون، یا اصلاحگر نمی بود یا دعوتچی نمی بود، یک انسانی خوبتر میشد که بعضی فرزندان بد اخلاقی او را و دینش و به ایمانش ربط میتین که البته این یک تهمتی بر علا هست و ما انسانها را از دینشان میشناسیم، نه اینکه دین را با انسانها یا از انسانها بشناسیم. برای همین وقتی درباره قصه لقمان حکیم که حتما توصیه میکنم عزیزان دربارش بخوانید، در قرآن کریم کاملا آمدگی است، میبینید حکیمی یک انسان را وقتی ضرب المثل میزند الله از صحبتهایش با فرزندش. یعنی شما نگاه کنید که یک انسان با فرزند خود چه رابطه خوبی دارد
با فرزندان خود در چه علاقه هست، تا چه اندازه به عقل فرزند خود نگاه کرده، به سین و سال فرزند خود نگاه کرده و این چونین به برداشت فرزند خود نگاه کرده، او را نصیحت میکند، برای اصلاح او کار میکند. فرزند هم این را قبول میکند، فرزند هم این را قبول میکند و نصیحت پدر را به گردن میگیرد. به زور نه، به زدن نه، نه، کاملا همچون پدر و پسر، همچون دو نفری که مثل دوست صمیمی هستند. و مسئله دیگر، در مسئله اصلاح دیگران که بنده همین چیز رو، یعنی یکی از مشکلی های جدی میبینم که این از حکمت نیست. در زمان امروز میبینیم که موضوع های جدی، موضوع های مهمی برای اصلاح کردن در ما هست، اما ما اون موضوع ها رو کنار گذاشتیم، یا خجالت میکشیم از گفتنش، یا ترس داریم اگرچه خارج از کشور هستیم، یا اینکه برای کفت و کف کردن و آن مسئله ها رو به مردم کشاد و روشن کردن میترسیم، برای آنکه یکی از خانواده ما، یکی از خویش و تبار ما در همان گناه آلوده هستند. و اینجا نگاه کنیم، اگر درباره دعوت کردن و اصلاح کردن، پروردگار میگوید ادعو الی سبیل ربک بالحکمت و الموعظة الحسنه. تو برای پروردگار خود با حکمت دعوت کن. و حکمت رو گفتیم که سخن رو در جایش بگو، کاری رو انجام دادنی هستی در جای مناسبش بکن. جایی که الان وقتی این سخن نه، این رو نگو. جایی که الان وقتی کردن این کار نه، این کار رو نکن. در جایش بگو، در جایش دست به عمل شو. اما در دوامش میگوید والموعظة الحسنه، و پندهای نکو. ما میدونیم که پند و موعظه خودش چیزی حسن است، اما پروردگار کلمه حسن رو با موعظه های بهترین میگوید. پس بعضا موعظه هایی هستند که اگرچه موعظه هستند، آنها از حکمت هم نیستند، حسنه هم یا بهتر هم نیستند. موعظه هایی هستند که مردم بارها شنیدن آن را و باز هم میشنوند، اما هیچ تغییراتی در زندگی آنها نمیشود. موعظه هایی هستند که ما خود عادت کردیم با همان موعظه همان مردم رو به گریه بیاوریم، کمی احساسی شوند، کمی گریهشان آید، اما بعد از این همه از پی گناه دیگر شوند، گناه خود بشوند و یا زندگی خود بشوند. ولی اصلاحگری حقیقی، اونی که میخواهد مردم، جامعه او، اطرافیان او، فرزندان او، عموما سرزمین او آباد شود، او باید درباره موضوعهای صحبت کند که آن درد جامعه هست، موضوعهایی که مردم به آن نیاز دارند، موضوعهایی که الان گفته نشود دیگر دیر می شود، دیگر به یک وبای تبدیل می شود. انا برای همین می بینید که در قرآن کریم در مدت 23 سالی که قرآن نازل شد، هر یک حادثه‌ای که رخ میداد درباره آن حادثه آیت نازل می شد و این چنین پیامبر احادیث خود را در جایهایی که حتما باید گفته شوند می گفتند. ولی در ما ببینید اکثریت نفرانی که قدم زدن برای اصلاح کردن از کدام موضوعهای مهمی رو صحبت میکنن. این همه بلاگرهایی که بجز دروغ و وقت مردم و پول مردم را دزدیدن کار ندارن، هر روز یک چیز رو یا رکلام میکنن، یا اینکه یک نفر رو تهمت میکنن، یا یک چیزی رو نشان میدهند که دقت مردم جلب شود و آنها یک پرسماتری دیگر گیرن، بیننده دیگر گیرن، لایک دیگر گیرن، پدپسات دیگر گیرن، ببخشید آبونه دیگر که ما بروسی گفتن رو عادت کردیم. کسی درباره آنها تقریبا صحبت نمی کند، نه در مسجدهای داخلی تاجیکستان، نه در منبرهای یوتیوب و تیک تاک و خارج از بیرون، یا در صفحه های فیسبوک و یا توییتر و ادنکلاستیک، تمامی شبکه های اجتماعی که بعضی برادران میگویند ما از همینجا الان دعوت میکنیم، اما اینقدر در حق یک عالم می نویسند، این قدر در حق یک نفر میگویند، اینقدر یک مسائلی که آن مسائل از اول اختلاف بود، بین صحابه ها اختلاف بود، تا زمانی ما اختلاف است و به آن مسئله ما اهمیت دهیم یا اهمیت ندهیم اصلا به ایمان ما ربط ندارد، درباره آن تلاش میکنند و از این و از آن و از آن کتاب چیزهای را یافته میبیارند. اما درباره این همه امروز به چشم خود دیده ایستادیم، دزدان ناموسه که اینقدر خواهران را با عکسش
یک خواهر تاجیک رو انا این بیروها رو ببینید یا آن رو ببینید گویان بیننده جمع میکنند. یا این همه قماربازهایی که روز از روز پروردگار نابودش کند، هر کسی که از پی دزدیدن مال مردم است زیاد میشوند، روز از روز بلیط میفروشند، روز از روز ماشین یا خانه میمانند و اینقدر قمارهای آشکارا را براه ماندن کسی صحبت نمیکند. و چیزی دیگر در داخل تاجیکستان میدانیم این همه بدبختی که مردم میکشد، خو از 1001 نماد شرکی که از فالبینی شروع کرده تا مزار پرستی هست، یا اون همه بدنام کردن دخترکان که از رقص و بازی شروع کرده تا در کوچه ها ریختن است، یا اون همه برنامه های فحشی که در تلویزیون های تاجیکستان هست از رقص و بازی و از تملق کاری و اون همه دروغ های برعلا که دیگر سرخ نشده هم اکثریت برآمده رو بروی دوربین دروغ میگویند. کسی از اینها صحبت نمی کند. در داخل تاجیکستان، در بیرون تاجیکستان این مسئله های داغ است. این همه ظلمی که در کشور می شود، این همه کارهای حرامی که در تاجیکستان هست، یعنی راههای حرامخوری در تاجیکستان. اگر قضاوت در دست بنده می بود، من می گفتم کلی هر یک در همین روز عملهایی که انجام می شود، خود در میلیسه ها باشد، خود در دیگر جای ها، درآمدی آنها از راه حرام است، برای اینکه خوردن مال مردم است، ظلم بر مردم است. در این باره کسی نمیگوید. یعنی مسئله های داغ ما، مسئله های جدی ما که باید گفته شود تقریبا گفته نمی شود. این از کدام حکمت است؟ وقتی مردم تو محتاج این مسئله هستند، تو بروی درباره یک قصه برای گریاندن مردم یا احساس کردن مردم یا جمع کردن لایک ها که ببینید این برادر این رو گفت و گریه کرد یا همه رو گریانید، مردم جمع کنید. مسئله های داغ مانده است و روز از روز دارد گناه بالای گناه، ظلمات بالای ظلمات دوام می‌دهد. این مسئله هست که عموما از به حکمتی است. چگونه که میگویند وقتی که در داخل خانه تو فرزند تو مشغول از گناهی هست، دیده ایستاده که فرزند تو از پی کاری هست که آینده او را نابود میکند، تو او را کنار گذاری، روی به نزد همسایه و به او بگویی که نه پای اصالت را اینجا بیمان یا آنجا بیمان، این گناه هست، در حالی که گناهی کبیره را دیده ایستاده. باید اولاتر این است که این را اصلاحش کنیم. پس وقتی که برای اصلاح هستیم، خود در مسئله فرزندان خود، تو عائله خود، دوستان خود، اطرافیان خود، بیاید از مسئله های بزرگ نگاه کنیم. چیزهای کوچک و اندک در زمان پیامبر بود و ببینید که زیادی من مثال می آورم از بعضی از اخلاق هایی که در تمام آدمیزاد هست در همسران پیامبر بود. پیامبر به آن اهمیت هم نداده بودند. گفتن این یک غیرت است. یعنی وقتی همسر پیامبر کاسه ای رو میشکند، پیامبر میگن غیرت کرد، یعنی رشک کرد، اهمیتش ندهید. در حالی که برای بعضی از مردها دروغ گفتن زن چیزی عادی هست، اما کاسه ای رو در نزد همسایه شکست، او رو طلاق میدن که ابروی مرا بردی. در حالی که زنی که دروغ میگوید او به 1001 گناه دیگر دست میزند، اما کسی که غضبناک شده یک کاسه رو شکست، او یک غضب عادی که در همه هست. پس اینجا در یکی از حکمت اصلی در مسئله اصلاح کردن دیگران توجه کنیم و مشکلی های جدی که کدام اینها نیاز به اصلاح است و کدام آنها اگر اصلاح نشود هم نه به خودش آنقدر ضرر بزرگ میرساند نه به دیگران. انا این رو مونده. ببخشید نفرانی هستند که میگویند موی سر رو گور نکردی دوزخی میشوی. باید موی سرش رو هر یک زن اگر ریخت آن رو باید ببرد یگانجا گور کند. یعنی این رو در همه جا همه میدونند. اما درباره این که غیبت کردن مادر شوهر گناهی کبیره است، اگرچه نامش خوش‌دامن است و همچون یک انسان مسلمان گناهی کبیره است، این نیست که غیبت دیگران را حرام باشد و خوش‌دامن را هر چی خواهی بگو، یا برعکس غیبت کردن کلین گناهی کبیره است. کسی در این باره نمیداند. این چیز عادی است، اما برای یک چیزهای کوچک اینقدر اهمیت میدهند. پس بیایید به مسئله های جدی نگاه کنیم، مسئله هایی که باید اصلاح شوند. اگر اصلاح نشوند روز از روز مایان از این هم که داریم از این هم بدتر میشویم. انا عیناً این همه حرام خوری که خیلی که گفتم هست، این همه ظلمی که هست، اگر در منبر گفته نمیتوانید، حداقل برادران و خواهرانی که خارج از کشور هستید از پی این مسئله های مهم باید باشیم. از پی این همه مسئله هایی که اگر با این روش
ما اصلاح نکردیم دیگر مردم به نزدیکی این رو حلال میدونن. چگونه که امروز دیده ایستادید نزدیک است که اکثریت قمارهای اینترنتی رو حلال بگن. درباره فبریک پور هستن نفرانی که بر علا برآمده میگن حلال است، درباره که در حالی که این تجارت یکی از تجارت‌های فریب مردم است و جز فریب کردن و یکی از نمودهای دیگر باشد هم یکی از نمودهای دیگری قمار است. در این باره مردم دیگر دوران حلال میگویند برای اینکه ما این مسئله های مهم رو ماندیم دیگر به مسئله های کوچک رفع یدین کردن در نماز اهمیت دادیم و دست برداشتن و چیزهای دیگر که مسئله های کوچک وقتی که ذهن ما رو مشغول کرد، ذهن نفران اصلاحگر رو مشغول کرد، مردم دیگر از پای هر کاری که هستند و کرده ایستادن همچون حلال رفته ایستادن. چیزی دیگر این است که وقتی صحبت میکنیم درباره حکمت و میگویم پروردگار میگوید و جادلهم بالتی هی احسن ادعو الی سبیل ربک بالحکمه و الموعظه الحسنه، گمان میکنن دعوت کردن یا اصلاح دیگران همیشه باید با مهربانی و نرمی باشد. یعنی اگر دعوتی تو نرمی و ملایم و مهربانی ندارد دیگر وی دعوت نیست، وی از حکمت دور است. برای همین باید همیشه ملایمی کنی، باید همیشه تبسم کنی، باید در اصلاح مردم هر سنگی که بالایت می آید باید آن رو صبر کنی، باید به کسی چیزی نگوی. یعنی گویا که حکمتی دعوت این است که تو باید همیشه با نرمی و ملایمی کار بری. در حالی که عزیزان همه میدونیم که انسان‌هایی هستند که بجز زبان شمشیر چیز دیگری را نمی‌فهمند. بجز زندان آنها برای اصلاح آنها چاره دیگری نیست. و از اینجاست که چه قانون‌های آسمانی باشد، قانون‌های آسمانی، قانون‌های شرعی، چه در شریعت ما چه در شریعت عیسی و موسی و داوود و دیگر پیامبران، و این چنین چه در قانون‌های زمینی وضعی مردم ساخته باشد، می‌بینید که قانون‌های جزایی وجود دارد. جزا برای مردم وجود دارد، راهی سخت گرفتن وجود دارد برای آنکه عده‌ای هستند که آنها زبانی نرمی را نمیفهمند. حکمت این است که با آنها باید درشت معامله کنی، باید به آنها کمی جدیت نشان دهی و حتی اگر قدرت در دست تو باشد آنها را مجازات کنی. و اینجا چه خیلی که میگویم بعضی ها آیت های حکمت با حکمت دعوت کردن را تعویل کردن و اینکه باید همیشه با مهربانی با سنگ بزند هم صبر کنان، زهر بدهد هم تشکر کنان او را دعوت کنی، در حالی که این نمود دعوت البته بود اما در 10 سال اول بود. پس از اینکه پیامبر به مدینه آمدن دیگر این آیت ها در جای خودش هست و مسلمان وقتی که قدرت دارد دیگر وقتی با زبان نرمی نفهمید حتما باید اینجا سیاست به کار افتاد یا اینکه زبان درشتی رو پیش گیره. و میبینیم که چقدر نفرانی هستند اهل اصلاحن یا گفتن ما فقط به خاطر اصلاح مردم، به خاطر دعوت مردم دست به کار هستیم. میبینی میروند همراه یک حرامخور در سر یک دسترخوان هستند. میبینی یک نفری که از پول حرام پرسنت یا از پول حرامی که از مردم یا با زور یا با راه‌های دیگر گرفت، اگر یکی به حج رفت آمدن دیگر آنها رو همیشه در همه جا تعریف میکنن. میبینی که به خاطر اون که دوست نزدیکشان هست اگرچه اون نفر از بدترین مردم باشد هم هرگز برای او نگاه کرده در حیاتشان کمی جدیت با درشتی نگفتن که این کار رو یاد بس بکن یا من دیگر با تو دوستی ندارم. نه ما با نرمی به اینها میفهمونیم، اینها میفهمند. اگر با نرمی نفهمیدن این بالای ما نیست. نه، پیامبر هم مهربان بودن ولی پیامبر جایش بود که با بعضی از صحابه ها قهری شده بودن. در ما قصه 3 نفری که از جنگ عقب نشینی کردن مثل کعب ابن مالک و میراره و هلال در همه کتاب ها هست که پیامبر با آنها چقدر وقت گپ نزدن و دیگران هم امر کردن که اینها باید جزا ببینن، با اینها سلام علیک نکنید. هم تو به همسرانشون امر کردن که همسرت رو به خودش بگذار و تنها بگذار و بره و باید جزاش رو ببیند. یعنی اینجا بعضا از دست ما چیزی نمی آید، چیزی دیگر است. اما در ما هرچی باشد هم مردمی مسلمانی تاجیک محبت به انسان‌های اصلاحگر و اهل دعوت دارند و خیلی جای تاسف است وقتی مردم تو رو میشناسند تو دیگر عزیز هستی، شریف هستی، به خاطر آنکه به راه الله دعوت کردی، دیگر جای نفوذ داری. اما از اینکه
یگان ثروتمند رو از دست ندهی یا یک دوستت رو یا خویشت رو یا خدایت رو از دست ندهی، به تمام گناه های او یگان چیزی نگویی، دم نزنی و حتی در گناه های او، در دسترخوانی که از حرام جمع کرده است، پر از ریا و پر از خون چند یتیم و چند مظلوم است، بنشین بخوری، کفکو بزنی، کف دعا دهی. و البته که این راه حکمت نیست. یعنی آنی که میداند که او میتواند با قهر شدن یا با کم سیاست یا بعضا برای فرزند خود، برای همسر خود با تهدید اصلاح بکند، در جایش کمی تشدد کردن هم از حکمت می باشد که پیامبر صلی الله علیه و سلم همیشه با نرمی، نه گاه با نرمی گاه با شدت، که این حکمت بود، اصلاح کرده بودند و با همین راه ها می توانیم دیگران را اصلاح کنیم. و اینجا عزیزان باز چیزهای دیگری بود که می گفتم، ولی وقتی ما هم به پایان می رسد. در همینجا برنامه را خاتمه می بخشم و شمایان را به پروردگار یگانه می سپارم. اونی که امانت ها را خیانت می کند، الله نگهبان و حافظ یک و یک شما باشد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. قرض بانک و تجارت، درستی نظارت، طرز حلال شفا، همکاری وعده وفا، احکام هجرت، سفر، طبق شریعت نظر، این همه در برنامه ترازوی عمل.